جوانانی تو 17 ساله تایید دادند و رقم 2 تیمور شاه رائوفی، رقم 4 همایون امین، رقم 3 بازی بهروز عین‌الدین زاده و ناظر داوران امروز رقم 6 شرافگان سعیدов، رقم 7 مسرور غفورов. سالهای کشورمان اشتراک میکنند. این مسابقه چطور میدونید بین جوانانی تا 20 ساله برگزار شده است، اما کشور ما همچنین ازبکستان را هیئت‌های نورسان تا 17 ساله نمایندگی میکنند، زیرا دسته منتخب جوانان تا 20 ساله ازبکستان در دیدمان این چیز یعنی رسیدگی تو به دست مشاهده نشد. عبدالباقی سلیمانov پرتاب تو به سوی و امکانیت بسیار هم خوب حساب شده میشود و گل یکم به این ترتیب در دقیقه 28 بازی از سوی فوتبالبازان ما به هدف رسانیده شد. ابتدا نفری که پرتاب توپ را انجام داد و بعدا دو بازیگری که در داخل جریمه‌گاه توانستند فرصت را پیدا کنند. عبدالباقی سلیمانov ارسال توپ را انجام میدهد و میدونید شعبان نعیمov بوده است. شعبان نعیمov در قوت دوم در مبارزه موفق شد و پرتاب توپ را میبینیم و داخل جریمه‌گاه و امکانیت هم پیدا میشود. گل بینندگان گرامی در این لحظه متاسفانه فوتبالبازان ما اشتباه کردند هنگام موقعگیری خود در داخل جریمه‌گاه و با این ترتیب در آغاز نیمه دوم در دقیقه 48 ما به دروازه خود گل سر می‌دهند. سعیدов و این لحظه که به دروازه ما گل زده شد. بار دیگر ببینید در مبارزه با دفاعگر حریف موقعیت خود را از دست می‌دهد فرهاد امیری. همچنین پیشتر از او سعدی اسماعیلوف به ورزشگاه تالکو آرنا تشریف آورده است و حالا تشویق میکند تا اینکه فوتبالبازان ما توانند گل دوم را به هدف رسانند. دیگرش از شرافگان سعیدов به هجوم پیوست شد. ارسال توپ به سوی او و دروازه‌بان این حالت را برطرف کرده ایستاده است. اجازه داده میشود پرتاب توپ فرصت هست ضربه را هم میبینیم و کمی بلندتر به خطا به هم دستش روان کنند. باز یک ارسال دیگر اما این دفعه دروازه‌بان فیصل سعید خیل. ببینید که اینجا نزدیک بود به یک اشتباه بسیار دغل راه دهند فوتبالبازان افغانستان. مساوی 1-1 خاتمه یافت. بینندگان عزیز و ارجمند ما نیز در همین فرصت